سلام. اگه محافظ جانتون میپره اول همه فیوزا رو بدید پایین، بعد محافظ جان رو بزنید بالا. اگه دوباره پرید همه ارتا رو از همدیگه باز بکنید، بعد بزنید بالا دوباره محافظ جان رو. میبینید که بالا میمونه. بعد بیاین ارت اصلی ساختمون رو پیدا کنید. ارت اصلی ساختمون رو یکی یکی به خطای ارتتون بزنید. هر کدوم پرید ایراد از اونه. این خط رو اگه من دنبالش بکنم رفته توی یک لوله. توی اون لوله یه سیم قرمز رنگی هم رفته که به یکی از فیوزای ساختمون وصل شده. این فیوز داره یه بخشی از ساختمون رو برق رسانی میکنه. برید توی اون بخش و ایراد رو پیدا کنید. ایراد از این پریزه بوده، اتصالی شده و ما باید حتما رفع اتصالی کنیم.